بله. اوا چطور سینازان ما؟ خوب هستم. تو چطور؟ یک انسان در زندان خوب بوده میتونه؟ باور کو بسیار پیش دق شدیم، دوست داشتنیم. درست است. من فعلا کم مصروف هستم. میشه بعدن گپ بزنیم جانم؟ کاش که گپ میزدی. چرا قطع کردی؟ بعدن امرش گپ میزنم. نامزدت بود؟ نامزد چی؟ من خود نامزد نیستم. میبخشی، من فکر کردم شما نامزد هستین. حیران شدم. شما چطور فکر کردین که من نامزد هستم؟ مادر جان به ما گپای ناق نزنین، درست است؟ شما مرا مثل یک بیگانه از خود دور کردین. همراه من استاد میشدین. برشان میگفتین اگه گناه من باشه ای بچه منوره دوست داره. اگه ای گپا میگفتم باز مرا از خانه بیرون مینداختن. باز وقت وظیفه‌تان از دست میدادین، اما وقت من قدر سرتون قهر نمی بودم مادر. تو فکر میکنی من فقط در مورد خود فکر میکنم، در مورد تو فکر نمیکنم ها؟ همونطور است؟ ها؟ مادرت به خاطر یک تار موی تو دنیا را آتش میزنه. اگه من از خانه میکشیدن بازم من بیکار نمیموندم. اما تو هیچ وقت منوره دیده نمیتونستی. عقل خدا به کار بنداز. شرکت صاف‌سودا داروهایی‌را پیشنهاد می‌کند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشاربلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، به مانند پسریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسوله و روغنی که به سطح درد دوا دارد پیشنهاد می‌نمایند. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک توک sofsavdo.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعت نمایید، به شما تخفیف کرده می‌شود. آرام باش. کمی راحت باش. به همیده میگم که تو رفتی. نه بیا اینجا بیش. میخوایم امروز گپ بزنم. با خدا قسم از دیروز تا حال نه خواب کردیم و نه فکرم در جایش است. وقتی که در مورد او گپا فکر میکنم باز عقل خود از دست میتم که دخترم چطور این کار کرده میتونه. منور دخترم یک تار موی تار اما به دنیا نمیتم، اما تو چی میکنی؟ امین برای تو مناسب است دخترم ها؟ بیبی مرم را چه قسم آدم ها رو برو ساختی؟ دختر یک دانه خانجی بره سر یک بچه خدمتگار خانهش عاشق شوه. چطور او را مناسب خود دانستی؟ تو بسیار مرا ناراحت ساختی. مادر هیچ گپ نزن. ما همیشه میخواستیم که خودت در مورد زندگی تصمیم بگیری. فکر میکردیم تو بهترین کار انجام میدی، اما اشتباه کرده بودیم. بعد از دیگه تو از خانه بیرون نمیشی منور. چیزی را که دیروز دیدم و فهمیدم نه به پدرت میگم نه به بیادرت. اگه از این گپا خبر شوند دیگه سرت اعتماد نمیکنن. سلطان آرام از خانه بیرون خواد انداختن. گفتن یای ما همه قدر بود. خوب فکر کن. حالا دیگه لب روی تا کشال نگی، بیا که چای بنوشی. خوش آمدین آقا، براتان چای بندازم؟ صبح بخیر دخترم، دکا کجا هستن؟ تا هنوز به چای نوشیدن نامدن؟ این آمدم یلماز خان، دخترم چای بنداز. اولادا کجا هستن خانم حمیده؟
برات گفته بودم که یوسف در خانه تابستانی رفته برای یک چند خونجا می باشه، اما نوارم چند دقیقه بعد میایه. خب دیگه دیدنم میشن. اونا کجاستن؟ با خدا ما هم رفتم ببینم، اما سلطانه صبح وقت کدام جای رفته بود، شاید کار داشته باشه. فکر میکنم دیگرا کار دارن. خیر باشه، اما دیگه صبحانه خودم میخوریم. وقت دوا خوردن تام شده. برای دخترایم سلام مرا برسان. درست است خواهر. تو متوجه خود باش. بازم خبرت میگیرم. درست است؟ بازم بیایی. زنده باشی. خودت زیاد خسته نساز. زنده باشی. اوضاع خانه چطور است سلطانه جان؟ هوا کدام دستاوردی داشته؟ چی کنه دیگه؟ کوشش خودم میکنه. یازنامه میخوام یک گپ دیگر هم برات بگویم. یک چیز دیگه هم ازت میخوایم. جستجو کو که این وکیل کی است؟ در کجا زندگی میکنه؟ چرا اینجا آمده؟ کجا میره؟ درست معلومات پیدا کو. اما امرای وکیل دادو گرفته ندارم. با من چی غرض؟ از هر جایی که آمده باشه. یازناتور را دیگه چیزاش غرض نیست. چیزی را که برات میگم همون کار انجام بده. دی دنیا کسی را دیدی که اشتباه نکده؟ بازی وکیلام انسان است، حتما اشتباه کده. تو باید معلوم کنی که چی اشتباه کده. منتظر خبرت هستم. صبح بخیر یوسف خان. مراد امروز چطور هستی؟ بسیار خوب هستم یوسف خان. دوای من میخورم زود خوب میشم. خواهر تو چی شده؟ آرام باش، چیزی نشده. خواهر یک چیز خوب بگو. تو چی شده؟ گپ بزن. توبرک دیشب 2 نفر مرا آزار دادن. به خدا بسیار چیزای خوب آمده کرده بودم، اما تنها یلماز خان صبح نخوردن. امیده خانم هم تو امروز شیشته بود، هیچ چیز نخورد. حالی هم یوسف خان آمد، گفت که زود پس میرم. هوایشان کجاستن؟ حتما در اتاقشان هستن. میرم که یک دفعه اونا را ببینم. بفرمایین خانم، شما چیزی میخواستین؟ پنار میشه تو چند دقیقه بیرون بری دخترم؟ خب سلطانه، چی تصمیم گرفتی؟ امین روان کردی؟ برای امشب تکت گرفته خانم. هوا را تو به خانه تابستانی روان کرده بودی؟ بله، وقتی که یوسف خان غذا خواست باز ما. چرا سلطانه؟ چرا هوا را؟ دیروز وضعیت جمیلا چندان خوب نبود، به خاطر که هیچ کار درست انجام داده نمیتونست. پنارم در کارهای آشپزخانه همراه مصروف بود. ما اینا را تنها مانده نتونستم. وقتی که یوسف خان غذا خواست باز مام. راست شما هم غذای هوا را خوش کرده بودین. باز مام هوا را روان کردم. دیگه یک قسم نمیشه سلطانه. هر چیزی که من میگم تیره تمیاری انجام میدی، با یک قسم کارایت ما خسته شدیم. من خب براتون گفته بودم وقتی که کس را کار داشتین باز از من اجازه بگیرین، اما تو نیست. خیر باشه، در این مورد بعداً گپ میزنیم. تو حالا برو پیش خواهرزادیت. یوسف چیزی میگفت اما درست نفهمیدم. نمیفهمم کس سر راهش آمده او را آزار داده. چی؟ درد داره خواهر؟ کمی. برم بگو آدم کی بودن؟ باز اونا رو پیدا کردین خواهر؟ دختر تو را چی شده؟
صبح بخیر خواهر. من شوهر توپراک هستم. میشه او را صدا کنین؟ کارش دارم. درست است. شما داخل بیاین. من توپراک صدا میکنم. او بی‌شرفا کی بودن؟ ها؟ پلیس اونا رو پیدا کرد تانست؟ یوسف خان چی کرد؟ خاله بان دیگه بلیوز خدا ده قصیش نشو. توپراک شوهرت آمده ده پایین منتظرت است. من میرم خاله زود پس میم. دختر جان برم درست قصه کو. چطور از دست او احمقان نجات پیدا کردی ها؟ دخترم این همه را جوری کرده بودی؟ قسم میخورم او گپا خلاص توپراک. بعد از تو پیش یاسمین رفتم برش کل چیز گفتم. او را بر همیشه ترک کردم. با یوسف گفتم که از سواری کردم میتونم. اگه بخوایم خانمو باشم باز باید این کار کامیاب شوم. شما همیشه میگفتین که باید یک کار عالی انجام بدم، اما تو نیست. توپراک یک چیز خوب بگو. قبول میکنی یا نمیکنی جوابته. درست است. حالا جواب نده. اول خوب فکر کو، اما ایره فراموش نکنی که چند سال میشه من شوهر تو هستم. تمام زندگی من فدایت میکنم. نظر به این تصمیم بگی. توپراک کدام مشکل خونه داری نه؟ اما تو فکر میکردم خیرت باشه کم جگرخون معلوم میشی. ما تا چه وقت اینجا خود بودم یوسف خان؟ نمیفهم. تا وقتی که این کار ادامه داشته باشه. اگه میخوایی ده باره همراه مادرم گپ بزن. اما اگه میگه که خسته شدی باز... نه خیر، خسته نشدیم اما تو. فقط تصمیم گرفتن نمیتونم. اگه توران بچه شما نباشه باز وقت چی خواهد شد؟ وقت نتایج معلوم شد باز تصمیم میگیریم. تو ده باره هیچ فکر نکن. نه که پشت خانه شوهرت دق شدی. نه خیر. بیبی توپراک، تو با خاطر ما خانواده تا رها کردی. اگه میخوایی با تو و شوهرت در اینجا یک اتاق آماده کنم. درست است که ما اشتباه کردیم ولی فکر نکردیم. میخوایم که او هم اینجا زندگی کنه. نمیخوایم که اینجا آماده نستی که ما باشه. میبخشی. سلطانه خاله به چیزی را که برای مادرم گفتین راست است؟ امین امشب میره؟ نه خیر دخترم، هیچ جای نمیره. بر چند وقت خانه خالش میباشه. من بسیار ترسیده بودم. او خود جای نمیره، اما شما باید تا وقتی که اوضاع خوب نشده متوجه تان باشین. درست است؟ امروز صبح همراه امین گپ زدم. او دیگه بیرون نمیبره. تو هم هر چیزی که مادرت گفت با گفتش کو. اما وکیل چطور میشه؟ با او هم بله بگو. تو همه تو بگو، اما فکرت باشه او را نزدیک خود نمانی. ما با خاطر تو و امین یک راه و چاره پیدا میکنم. درست است؟ درست است. خوب دیگه. پدر چیزی که براتون میگم انجام بتین. مشکل حل کنین. من حالا باید برم کاکا رشید ببینم. لطفاً پدر. امرای رشید تو خود میفهمی بودم مهمانخانه یوسف خان کار میکنه. میفهمم پدر، ما از همین خاطر میگم. درست است. معلوم دار که تو پشتش اعلان نمیدی. میخوایی که من برات کمک کنم؟ اما چند دقیقه بعد به طرف مهمانخانه اونا میرم. تو کی میایی؟ ما مال زود میایم. در اونجا باز میبینیم.
چی شده خواهر جان؟ صادق چی گفت؟ دیروز بعد از تو ما بیرون برآمدم. کجا رفتی؟ در خانه جدید صادق رفتم. چی؟ خانه چی؟ او چطور خانه گرفته؟ خواهر صادق من فریب داد. برای یک خانه کرا گرفته. یک جای زندگی میکنن. دیروز همراه چشمایم دیدم. خداوند جزای شبته برش خانه‌ام گرفته. تشویش نکن خواهر جان. باید طلاقت زودتر از او بگیری، هرچی زودتر. معلوم بشه که او احمق اصلا نمیشه. تو نباید دیگه درد تحمل کنی. من همراه مادرمشان گپ میزنم. پول وکیل او بی غیرتان پیدا میکنیم. هرچی زودتر تو باید از او احمق طلاق بگیری. با خاطر معذرت خواستن آمده بود. میگفت که از او زن جدا شده. میگه دوباره آشتی میکنه. نه خیر خواهر جان. اگه او قسمم بخوره باز چی خواهد شد؟ خواهرش دقیقیش نشو. درباره او لوده هیچ فکر نکن. باور کو احمق ارزش یک قطره اشک تو رام نداره خواهر جان. بزوی قسم کنه چیز خوب خواهد شد. دیشب بسیار خوب آغاز شد اما پایانش خوب نبود. چی شد؟ او آدم ها را پیدا کرده تانستین؟ هنوز هیچ معلومات ندارند، در جستجو هستند. پیدایش نکردن. هوا چطور بود؟ هوا هم خوب است. قوی معلوم میشه اما ای که واقعیت چی است نمیفهمم. دیشب دوباره به خانه آمدیم. زود خواب شد. بعد از شیخ زده بیدار شد. فکر میکنم خواب بد دید. البته بیچاره حقم داره. یک دقیقه. من درست نفهمیدم. هر دویتون دیشب دو خانه تنها بودین؟ او نخواست که خانواده خود به تشویش بندازه. فکر میکنم نمیخواست خانوادهش خبر شود. چی شده بتول؟ بسیار جالب است. از وقت که در حال دگام زورم میده. او هم از خاطر یک خدمتکار. بتول هوا خدمتکار نیست. اما چی فرق میکنه؟ هرچی نباشد دختر دهاتی است. راستی موضوع قسم بسته کرده نمیتونی. تو مرا باید در خانه تابستانی دعوت کنی. وان با نوشیدنی های بسیار مزه‌دار. درست از قول میتم. بیبی قول دادی باید عمل کنی. ما چی وقت سر قول خود استاد نبودیم؟ آوا دخترم خوش آمدی. خوش باشین کاکا رشید. ماشاءالله بسیار بزرگ شدی. وقت در روز عید می آمدی بسیار خرد بودی. در یک شهر کوچک هستیم اما از یک دیگه خود خبر نداریم. زندگی همی قسم است دیگه. خب رشید بیادر، زندگی خوب دل ما نمیگذره اما تو نیست. اولادا بزرگ میشن و ما پیر میشیم. وقت پدرت گفت که میخوای از سواری را یاد بگیری بسیار حیران شدم. وقت خرد بودی بسیار کوشش کردم که برات یاد به تو ماما یاد نگرفتی. از سواری را خوبان حتی نامش یاد نداشتی. کاکا رشید آله میخوایم یاد بگیرم. بایدم یاد بگیرم. او هم هرچی زودتر. دخترم از سواری با وقت نیاز داره. این قسم یک و یک دم خو نمیشه. کاکا رشید من میخوایم یاد بگیرم، درست است؟ رمزی دخترت بزرگ شده اما عادتش تغییر نکرده. حتما باید یاد بگیره. جوان است دیگه. میخوای زود یاد بگیره. اگه تو برای زود یاد بیتی نکیت هیچ وقت فراموش نمیکنم. فکر کن که دختر خودت است. تو خود میفهمی که دختر دیگه به نواسه خان جغلو و شیر میته، نشه که اونا فکر بد کنن. دخترم تو که اسبم میبینی میترسی. باز چطور میخوایی سوارش شوی؟ نمیفهمم کاکا رشید. باید ترسم گم شوه. به یوسف خان وعده دادیم. هم باید اسب سواری را یاد بگیرم و هم باید تا آخر هفته اسب سیاه سوار شوم. اوا دخترم تو بسیار شجاع معلوم میشی. اسب سیاه از اسبای معمولی نیست. او بدون یوسف خان دیگه کس را نمیشناسه. من کار انجام میتم. هر قسمی که شوم میخوایم یاد بگیرم.
اگه درباره اسب سیاه فکر نکنی بسیار خوب میشه دختره. اما حالا که قسم است به خاطر که کم نیایی هر چیزی که از دستم بیای انجام میدم. آفرین بیاداری کار فقط تو کدم میتونی. محمود رئیس بیار. رئیس از اسبای معمولی نیست، بهترین اسب ماست. اگه اعصابش خراب نکنی به هر طرف که بخوایی میره. تو هم خوش خواد کردی. اگه او بفهمه که تو از اسب میترسی باز کارت بسیار سخت میشه. امروز چطور رسی رئیس؟ حالا دخترم کمه نازش بده. همراه هر کس که گپ میزنم میگه منصرف شو. اما تو میفهمی که من منصرف نمیشم. قبلا هم چند تا زمینه دیده بودم. بازم به دیدن او زمینه میرم. اگه نشد بازم رای کاکایم گپ میزنم. خانم کاکایم بسیار یک زمینه بزرگ داره. با کاکایم میگم که او رام برم بده. باز اونجا را گدام میسازم و کارا شروع میکنم. من تو را بسیار خوب میشناسم یوسف. کار را که بخوای حتما انجام میدی. اگه بفهمی که کار درست باشه باز خلاصش میکنی. چای خدا بونش باز تو را اونجا میبرم که ببینیش. نه ما آمده نمیتونم. من همراه کسی دیگه وعده ملاقات دارم. باز سی قسم سا؟ پیش از آمدن به اینجا مادرت زنگ زده بود به خاطر نوشیدن قهوه. بسیار خوب. بگی پولی که میخواستی. حال دیگه کار ما و شما تمام شد. میتونین با این پول هر کاری که بخواین انجام بتین. به بیشتر بر ما ارزش نداره. ما مزید دیگه بیشتر نمیخوایم علوی جان. خب دیگه برکتش خود دیدن انشالله. تبریک باشه علوی بیادر. مطابقی پولی چی وقت گرفتیم؟ یادتان نره که ما از خود کار بار داریم. شما خو میفهمین پول بسیار گزافی است. وقت میگیره. برم 10 روز مهلت بتین. پولتون از یک طریق پیدا میکنم و براتون بسیار زیاد گفتی بیادر. فقط یک هفته برات مهلت میتیم. اگر تا وقت پول آوردی خود زمین از تو میشه. اگر نه اشخاص دیگه هم هست. زمینه با اونا خود فروختیم. باز وقت است که تمام تصامیمت از بین خود رفت. بفرمایین خاله حمیده. بسیار زیاد تشکر. زنده باشی دخترم. خداوند خیرت بده. کاش که منورم همراهتون اینجا می آمد. بسیار وقت میشه که او را ندیدم. کاش که می آمد. اما او در خانه کار داشت. ابی از ما او بتولم درباره یک مسئله خصوصی گپ میزنیم. البته. خاله جان اگه به چیز دیگه هم ضرورت داشتین باز ما در خدمت هستیم. درست است دخترم. از این رفتارتان که با مردم دارین بسیار خوشم میاد خاله حمیده. بسیار تشکر. اما حالا باید درباره تو یوسف گپ بزنیم. باید اعتراف کنم که آمدنت بعد از چند سال مرا دوباره امیدوار ساخت. به خاطر که با آمدنم باعث شدم تا دوباره امیدوار شوین معذرت میخوایم. ما برای همیشه اینجا نامدیم. امی که کارای خدا خلاص کنم دوباره به استانبول میرم. از اینجا بسیار خوشم میاد. اما اینجا بودن نمیتونم. ده اینجا زندگی نمیتونم. ده زم حال دیگه زندگی کردن امرای یوسف بسیار سخت است. خب او را فراموش کردی چطور؟ دیگه او را دوست نداری؟ او را دوست دارم خاله حمیده. او هم بسیار زیاد. اما نمیتونم امرایش ازدواج کنم.
آفرین. میبینی یاد گرفته. خدا من خیرت به بیادر. راست بشی و درست محکم بگی. والا بسیار زود یاد گرفت رمزی. اگه دخترت بخوای حتی دنیا رو خراب میکنه. اگه کسی دیگه می بود 3 ماه طول میخورد تا یاد بگیره. دخترم هر کاری را که بخوایم میتونه انجام بده. برای امروز هم قدر کافی است. حالا دیگه محمود بچم بیا. بیا بچم رئیس ببر. بیا دخترم. آفرین دختر قنده. تشویش نکو یاد میگیری. آفرین دخترم. میتونم نوازشش بتم؟ البته خانم. تو اسب یوسف خان هستی ها؟ مقبول هستی؟ بسیار مقبول. شنیدیم بدون یوسف کسی دیگر اجازه نمیدی که سوارت شوه. اما حال مام ازت میخوایم که برام کمک کنی. با کمکت نیاز دارم. برام کمک کن. درست است؟ ای خو هیچ گپ نمیفهمم. من ناق گپ میزنم. مام چقدر ساده هستم. دخترمو میفهمم. چیزی که میگی از او کده زیادتر میفهمم. کاکا رشید لطفاً هر قسمی که میشه من باید بالای اسب سوار شوم. دخترم هنوز بسیار وقت است. تو باید برای چند وقت صبر کنی. من هیچ وقت ندارم. امیاله میخوایم کاکا. درست است. اول تمام تمرینات خلاص کن. آخرین تمرینت سر اسب سیاه خود بود. خود اگه خانم هوا قصه که امروز چی گپ شد؟ راستش هیچ گپی نشد خاله. به خاطری که بتونم بالای او اسب سوار شوم بسیار کوشش کردم. نابرده رنج گنج میسر نمیشه. میفهمین تمام بدنم درد میکنه. روزی خود رسید که دیگه هیچ جا رفتن نخواد تونستم. اما من پشتی کار اعلان نمیکنم. امروز آخرین روز است و آخرین درسم. بعد از چاشم سوار او اسب خواهد شدم برای اولین بار. حالا اگه کامیاب نشم پیش یوسف بسیار کم میایم. میتونی دختر. من میفهمم توی کارا کدام میتونی. چطور میتونم؟ نه که شما او اسب تا حالا ندیدین. او اسب بسیار وحشی است. گفتی که دیباره فکر میکنم اما یک هفته شده جواب ندادی. صادق برام راست بگو که از او خانم جدا شدی یا نه؟ قسم میخورم اون روز بعد از گپ زدن با تو پیش او نرفتیم. قسم خوردم. دیگه چی میخوایی؟ از این بیشتر دیگه چی میخوای توپراک؟ تو به شوهرت هیچ اعتماد نداری ها؟ فکر میکنی ما قدر بیشرف هستم؟ هرچی باشه ما هم شیر انسان خوردیم. قبول داری اما تو نیست. حالا دیگه خو حتما به خانم یا نه؟ اگه میخوای تا شام پیش طفل بوده میتونی. ما هم شام با بردنت میایم. این قسم یک دم نمیشه صادق. باید روی اینا گپ بزنم. درست است. گپ بزن. اما هر چی زودتر برام خبر بده. درست است آقای اوز. هر وقت که یوسف آمد باز ما برش میگم. خداحافظ. صبح بخیر. صبح بخیر. برات یک مژده دارم. کاکایت مسئله زمین قبول کرد. یعنی که میتونیم زودتر کارا شروع کنیم. امیال با آقای اوز گپ زدم. برام گفت که تمام اوراق آماده کرده اینجا میارن. اوف، بسیار ناامید شده بودم. حالا راحت شدم. ماما تا بیازی یک هفته است که بدون وقفه سرم کار کرده میری. حالا که مژده را برات گفتم پس مام غذای خانه تابستانی را برای امشب میخوایم. راست میگی. برای تو عدد داده بودم. اما امشب نمیشه. امشب به خواستگاری منور میاین. ها راست میگی. میبخشی که فراموش میشده بود. پنار بیا خمیر را داشت بان پنار. امشب میمان میم و بدون ما هیچ کسی نیست که کار کنه. تو اینجا چی میکنی؟ چرا اینجا آمدی بچه؟ شما چرا نمیخواین من اینجا بیایم؟ مرا خانه خالم روان کردین که اینجا معلوم نشم تا اونا بتونن منوره باسانی خواستگاری کنن. چوب شو. نباید کسی تو را ببینه. بیازو کلگی فکر میکنه تو از اینجا رفتی. بانین دیگه مادر. گوش کو بچه.
گوش که بچم این معلوم دار بود که اونا به خواستگاری منور می آمدن، اما خانجه اغلو دختر خدا دورین خواستگاریشان با اونا نمیته بچم. اونا باید چند دفعه بیاین و برن. تا او وقت من تمام کوشش خودم میکنم که یک راه حل پیدا کرده کار خود انجام بدم. ما دیگه تحمل کرده نمیتونم مادر، هر چی که شوه بانین شوه. یک هفته میشه که روی منوره ندیدیم. کمی منطقی فکر کو. خانم میده فکر میکنه که تو از اینجا رفتی، اما تو هم کمی متوجه باش. نباید کدام مشکل ایجاد کنی. میبخشین مادر، ما تا که منوره نبینم از اینجا هیچ جایی نمیرم. درست است، چپ شو تو همینجا منتظر باش، من میرم که منوره بیارم، اما چپ باش. خدایا تو برم صبر بده. دختر جان خیرت باشه، کجا میخوای بری؟ من میخوایم بیرون برم خاله، کم به سودا کار دارم. بشنو، امروز نباید زیادی طرف و او طرف بری، درست است؟ حالا دیگه امین منور ببینین، فقط 5 دقیقه وقت دارین، بعدش تو به اتاق خود برو و تو مستقیم خانه خاله، درست است؟ بسیار پشت دق شده بودم جانم. منور میخوایی جدایی به پایان برسه؟ البته که میخوایم امین. پس بیا که فرار کنیم. درباره تمام راه فکر کردم اما کدام نتیجه به دست ناوردم. بدون تو ما چی کنم؟ مادرت هیچ وقت مرا قبول نمیکنه. اگه به برادرتان بگویم کدام فایده نداره پس هیچ راهی نداریم. باور کن ما بسیار فکر کردیم، فقط یک راه حل داره. همراه ما فرار میکنی منور؟ بله. یوسف مرا کار داری بچم؟ میبخشین میخواستم چند دقیقه گپ بزنیم، نشد اگه خودم میآمدم. بفرمایین. چیزی می نوشین کاکا؟ تشکر یوسف، همی حالا چای نوشیدم. پس بیاین که سر اصل موضوع گپ بزنیم. زمین خانم کاکایم هنوزم پیش شما است؟ بله هست. اگه اجازه تان باشه میخوایم دو زمین یک گدام بسازم کاکا. من خبر نداشتم که تو یک نیت داری بچم. کاکا ما بدون اجازه شمایی تصمیم گرفتم. زمین در یک موقعیت خوب است. میفهمم بچم، اما ما او زمین به علوی فروختم، حتی پیسیشم پیشکی گرفتم. ای خود درست است کاکا، اما ما به او زمین بسیار ضرورت دارم. همراه علوی گپ میزنم، پولش دوباره برش میتم. اگه میخواین دوباره برای قیمت به شما میتم. خودت خوبتر میفهمی بچم. کی است؟ خیرت باشه. باز چی مشکل داری؟ صادق هنوز امروی تو ملاقات میکنه. باش تو ماری الا بده. هنوز ما یکی دیگه خود دوست داریم. اگه باور نداری برو ببین. گوش که دختر، ما برات یک گپه میگم. صادق نی پشت تو را رها میکنه و نی از مرا. خب خوشگذرانی خودم رای ما میکنه، باز پول از تو میگیره. دیوانه خونیست که ما تو را ایلا کنه. تو درباره کدام پول گپ میزنی؟ وای دختر، تو واقعا بسیار ساده هستی. پول که از خانه یوسف خان میگیری او را سر من خرج میکنه. اگه نی صادق قدر پول زیاده از کجا میکنه جانم؟ بیبی وقت مالک خانه نبودی تو را یک دقیقه آرام نمیمانه دختر جان. سلطانه کجا هستی؟ آمدم خانم میده. آمدم.
خواهر چی شده؟ آرام باش. کجا رفته بودی؟ درست است، برو بشی. خواهر برام یک وکیل پیدا کن. من میخوایم از صادق طلاق بگیرم. خواهر جان تو خود تا دیروز میگفتی که من از صادق طلاق نمیگیرم. دفعتاً تو را چی شد؟ خواهر من رفته با او زن گپ زدم. صادق برام دروغ گفته. پول من همیشه بالای او زن مصرف میکنه. صبر کن، آرام باش. دست بتی. حالا آرام باش. من کمی کار دارم، فردا برات یک وکیل پیدا میکنم. درست است؟ نه خواهر، من صبر کرده نمیتونم. اگه تو نمیخوای بری نشانیشه برام بتی خودم میرم. درست است. آرام باش. ما امروز میرم. بیا بریم. بگی بچم، 2 برابر اون چیزی که تو میخواستی در کمپاین انتخاباتی مصرفش کو بچم. رئیس خودت هستی. در انتخاباتم تو برنده میشی بچم. یس کجا شد؟ نمیخوایم زمینه به علوی بفروشم. یوسف 2 برابر پیشنهاد کرد. میفهمی؟ هر کسی که پول زیاد داشت میدانم از اموز. یوسف زمینه چی کار داره؟ خب حتما کدام کار داره. دیدی مشکل تو هم رفت شده از او هم. دنیا واقعا بسیار عجیب است پدر. مصرف کمپاین ما از جیب یوسف بر آمد. با خدا نوش جان من. خوب دیگه، وقتی که پول است باید متوجه کارهای خود باشیم. چطور؟ خداحافظ پدر. فکر میکنم دخترت ترسید. ببین که تا هنوز نامده رمزی جان. نه جانم، دختر ما ترسو نیست، اما ای که تا حالا چرا نامده ما هم نفهمیدم. صبر کو بری زنگ بزنم، امروز کمی کار داشت. شاید از همین خاطر نامده باشه. تشکر منور. نوش جانتان بیادر. شما خو بچه ما را میشناسین. ما هم شما را شناختیم و با هم دوست شدیم. زنده باشین جلال بیادر. شما خو میفهمین ما از خاطر چی آمدیم. به امر خداوند و به قول رسولش دختر شما را به بچه خود خواستگاری میکنیم. چی شد خاله؟ بله گفتن یا نه؟ مرا ترساندی هوا. او قدرم بد نیست. به منور مناسب است. راستی امروز بس سواری رفتن نتونستم. اگه فردا پیش یوسف بس سوار شده نتونم چی خواهد شد؟ هوا، تو چقدر در فکر اسب سواری هستی؟ تو از خود کاروبار نداری دختر؟ پس شو. چرا قار میشین؟ تو گپ بزنین که ملکه انگلیس باشین. شما رو چی شده خاله جان؟ دختر بی تربیه، تو هیچ میفهمی که چی گفته میری؟ دختر نافام بی تربیه هستی. بچه تو نویگار از روزی که دیدیم دوستش داریم. بسیار یک بچه خوب و محترم تربیه کردین. زنده باشین. شما خونیت خود بیان کردین. اما در قسم مسائل باید خیرشان در قدم اول بخواهیم. ولی همراه دخترم باید یک بار مشوره کنم. نظر او قابل قدر است. دخترم تو شنیدی؟ آقا جلال تو را با بچه خود میخواین خواستگاری کنن. چی فکر میکنی جانم؟ هر قسمی که شما مناسب میبینین پدر جان. دیدین وقتی دخترم صلاحیت به ما داده، پس ما هم دخترم میخوایم جلال بیادر. حال ما بزرگان مسئولیت را که داریم باید ادا کنیم. همه تو نیست؟ باور کنین بسیار خوش شدیم آقای الماس.
خب آشروی نمی کنم و اگر شما با این کار خیر رضایت دارین از شما یک خواهش دارم. استغفر الله، بفرمایین میشنوم. قسمی که شما میفهمین ما از خاطری وصلت از ازمیر آمدیم. بسیار میخوایم اینجا باشیم اما کار تجارت ما بسیار زیاد است. چند روز دگام هستیم. من میخوایم بگویم اگر اجازه تان باشه این 2 نفر با هم چلالشی کنن. ما هم نمیخوایم وقت شما را بگیریم به زودترین فرصت چلالشی کنن. فراموش نکنین ما به وعده خود پابند هستیم. مادر من زود پس میایم. درست است. با اجازه تان. زود باش منور، زود باش دیگه. دیگه خدا نیکو مبارک کنه. زنده باشین آقا حسن. شب همه بخیر. شبتان بخیر. میبخشین آقا یلماس؟ بگو بچیم. اگه اجازه تان باشه یک روز همراه منور بیرون رفته میتونم؟ البته بچیم. همراه منور گپ بزن. در یک وقت مناسب رفته میتونین. بسیار تشکر. شب بخیر منور جان. شب بخیر. فردا ساعت 3 بر زنگ میزنم. برو دخترم تا پیش دروازه هم رایشون کو. خدا نیکو مبارک کنه بیادر. زنده باشی حسن. خدا بخت محمدان باز کنه. تشکر کاکا جان. من قصد ازدواج ندارم. تو چی میگی بچیم؟ انشالله که یک روز تو هم عروسی میکنی. بخیر یک دختر مورد علاقه تا پیدا میکنی. زنده باشین خانم کاکا. شب بخیر. شب بخیر بچیم. شب بخیر. شب بخیر آقا حسن. خب یلماس خان، بالاخره دخترم هم نامزاد شد. خانم حمیده، میفهم یک لحظه فکر کردم که همیال دخترم گرفتم میرن بسیار جگرخون شدم. او روزا میایه یلماس خان. دخترم بخیر یک روز انشالله از امی دروازه خوشبخت شده میره. انشالله. برو خانم حمیده استراحت کن. تو هنوز نخوابیدی دخترم؟ نه پدر نخوابیدیم. تو چقدر کلان شدی دختر یکتانی. هیچ نفهمیدم که زمان چه قسم گذشت. حالا باید دخترم به شوهر بتم. وقت خورد بودی هر باری که طرفت میدیدم دلم میلرزید. هنوزم همو قسم است. همیشه دعا میکردم که برای دخترم یک بچه خوبی را پیدا میکنم که سر او کاملا اعتماد داشته باشم. خدا را شکر این روزم در زندگیم دیدم. پدر جان بیاین بشینین. به خاطر اولادایم همیشه زحمت کشیدم. همیشه به خاطر شما دعا کردیم. از ترسی که خواستگارایت آدمای بده نباشن تو را به اونا ندادیم. میفهمم که تو مرا دوست داری، اما من تو را بسیار دوست دارم دخترم. حال دیگه تو یک زندگی بسیار دراز را پیش رو داری. خداوند عمر مرا دراز بسازه. من همیشه همراهت می باشم. اما تو هم خوب و بده تا بشناس دخترم. ایره به تمام دنیا نشان بده که تو دختری الماس خانجی اغلو هستی. اگه نصیب بود باز انشالله نواسه های خدا دا آغوش خواد گرفتم. خداوند تو را خوشبخت بسازه دخترم. تشکر پدر جان.
توپراک؟ ای که تو را اینجا میبینم ایران شدم. خوش آمدی. داخل بیا. خوش آمدی. خوش باشین. چطور شد که به یاد خانه شوهرت افتادی؟ مادر، برین چای آماده کنین. بیا اینجا بشین. کاش که برام خبر میدادی که میایی. من خودم به گرفتنت باز می آمدم. به خاطر نامدم گفتم که شاید ناراحت شوی. بازم خوب شد که آمدی. صادق باید تیره بفهمی که ما به خاطر چی آمدیم. به گپایم گوش کن. خیرت باشه. نیک اونا تو را رها نمیکنن. اگه خواسته باشی من امرایشون گپ بزنم. در مورد اونا هیچ مشکل ندارم. میشه که درباره پول شیر ما گپ بزنی؟ منظورت نفهمیدم. پول شیری را که برای تو ران میتم از پیش که گرفتی؟ خب او را میگی. من به خاطر تو او را گرفتم. اگر نه من به پول نیاز ندارم. باور کن من هیچ خبر نداشتم. او روز پدرت برام پول داد. او گفت که یک تو است. بیا از کلش جمع کردیم. گفتم وقت خانه بیایی باز ضرورت میشه. درست است صادق. چیزی را که باید میفهمیدم او را فهمیدم. دیگه امرای تو بوده نمیتونم. من رضی خود دادم. میخوایم که طلاق بگیرم. هنوز دیر نشده. میتونی منصرف شوی. ما به خاطر این آمدیم که بترسم. بر اسب سواری آمدیم و از سواری هم خواهد کردم. فکر میکنم دلبر سیارا نمیشناسی. او هم یک اسب مثل اسبای دیگه است. نه که شما میخواین مرا بترسانین. نه خیر، فقط درباره تو فکر میکنم. ما دلبر سیارا میشناسم. او بدون ما با هیچ کس عادت نمیکنه. مهم نیست. بازم بخوایم که بخت خود آزمایش کنم. درست است میبینیم. رشید بیادر، ما در بیرون میباشیم. از پاره اونجا بیارین. درست است یوسف خان. بفرمایین هوا خانم. بسیار تشکر یوسف خان. بسیار وقت میشه که سوار اسب نشدیم. حالا دیگه بهانه کردن شروع کردی؟ نه خیر، از او خاطر نگفتم. یعنی بسیار وقت میشد که هیچ فرصت پیدا نکردم. خوب شد که با شما سر خوردم. دلبر سیاهتان آماده است یوسف خان. چطور استی جانم؟ بسیار مقبول است. چشمایشان بسیار مقبول است. میشه که بگیرمش؟ الا دیگه بخو. فکر میکنم خوشش آمدی. ما هم ازش خوشم آمد. یوسف خان با اجازهتان میشه سوار اسبتان شوم؟ اگه اجازه بده چرا نه؟ اما این امکان نداره یوسف خان. اگه بدخویی کنه باز چطور کنه؟ چی کنم دیگه کاکا؟ من خبرش هشدار دادم. اجازه بده خودش امتحان کنه. درست از شما بهتر میفهمین. اما محمود اسب بیار. بیادر عمر صرف نمیشه. بچه که کم زحمت خدا میکشه. هر گپی که شد تو رو خبر میدم. هیچ تشویش نکو. عادل ما تو را از این خاطر نخواستیم. کوشش که کار زودتر خلاص کنی. با جز از سو سرکز دیگه اعتماد ندارم. مسئله دیگه حواس. چی میخوایی؟ عادل حال دیگه ما اینجاستم تا وقتی که آزاد نشدیم تو باید متوجه هوا باشی. چی بفهمم شاید به چیزی یا به کمک ضرورت داشته باشه. های بی غیرت. تو میخوایی او رو تسلیم بکنی؟ او خانم بیادرت از آدم واره گپ بزن.
درست جانب قهر نشو. این دیگه چه قسم موسیقی است؟ هیچ پرسان نکو عادل. ما هم در اینجا فهمیدم. در این روزا قدر رو را فهمیدم. وقت چشم ما بسته میکنم حواس، وقت باز میکنم حواس. برات یک چیز میگم، از اینجا که آزاد شدم همراهش عروسی میکنم. امی که برآمدم نکاح میکنم. در قصه پدرم نمیشم. خداوند خیر پیش کنه. ما این خط بر آمر پلیس میتونم، تو هم لطفا نیره بر هوا برسان. درست است؟ برش بگو عادل جان یگان وقت به دیدنم بیایه. از تو یک خواهش دارم در جریان امی روزا برام یک انگشتر خوب بیار عادل. بهترینش باشه، در قصه قیمتش نشد. درست است؟ توبه توبه، من نمیفهمم که در این خانه کسی هست یا نی. منور نیک هنوزم خواب هستی دختر؟ در اینجام نیست. منور ماشالله این دختر کجاست؟ از صبح که گم است. جمیله منور ندیدی دختره؟ نه خیر خانم، از دیشب تا حال ندیدیم. سلطانه پنار شما منور ندیدین؟ منور دیشب چرا نامدی؟ نتونستم. پدرمشو ترک کرده، نتونستم. لطفاً مرا ببخش، بسیار معذرت میخوایم. لطفاً یک قسم فکر نگو که تو دوست ندارم همین. اما نتونستم دیگه. درست است، کل چیز خوب میشه. اما لطفاً گریه نکن منور. شهر مکه دا ماشین ریش نداری؟ چطور است؟ آفرین. خوب هستم. بخیز. چرا برام دروغ گفتی؟ باید بفهمی که چطور خدا از اسب محکم بگیری و پایین نفتی. زانوی تقاط کرده میتونی؟ کمی میتونم. آی درد میکنه؟ اینجا درد داره؟ درد میکنه. معلوم میشه که قابل تشویش نیست، اما باید پیش دکتر بری و نشان بدی. کمی خون ریزی کرده به خاطر که زخم برداشته. خوب هستی؟ بله خوب هستم. اسب سیاه نیست، به خیالم که فرار کرده. تو تشویش نکن، شاید وقت به میمان خانه رفته باشه. استاد شده میتونی؟ بله میتونم. از این محتمی
تو خو خپک زیر بوریا برآمدی. شوهر خاله در این مورد به کسی چیزی نگوین. ببینین من کل چیزا براتون میگم، درست است؟ چیزی را که دیدین اگه بین خود ما باشه بسیار خوش میشم. تشویش نکن بچیم، ما تو را درک میکنم. تو برو به کار خودت ادامه بده. برام خواهد گفتن کل چیز معلوم است دیگه. آی رمزی تو چی میکنی؟ چرا طرف خانه مردم سیل میکنی؟ زود چطور شو؟ چوب شو زن از برای خدا چوب شو. بسیار بد است. اگه کسی ببینه باز رسوا خواهد شدی. من دیگه چرا رسوا شم؟ میره خونه باید فکر کنن. در داخل کی است؟ امین ما همراه منور دختر خان جغلو دو داخل هستن. چرا نگفتی که او آماده؟ فکر کنم تو خبر داشتی. من از هر کار و برخورد سلطانم میفهمم و خبر میشم. من مطمئن هستم که ایام کار عمو است. نمیفهمم وقتی که حمیده خانم گفته باشه که شما مثل خواهر و بیادر واری هستین با سلطانه خانم حتما به بچهش گفته خواهر و بیادری چی؟ تو هم مقبول هستی، دخترم مقبول است. مغز سر او را خورده باشه. بیازو من میفهمم تنها مقصد اویی است که همراه خان جغلو خویشاوند شود. ای قسم که از بانک ما داخل سعی کنم به خاطر که اونا در خانه ما هستن. درست است. هر کاری میکنی بکن. امین به نظرم هیچ کار خوب نشد. قند من خب برات گفتم که همراه شوهر خالیم گپ زدم، او به هیچ کس چیز نمیگه. تشویش نکو. بیازو بعد از ایده فکر نیستم که کی چی فکر میکنه. بیبی حالا تا اینجا اومدی، باید کوشش کنیم که از اینجا بیرون بریم. امین این کار نمیشه. چرا نمیشه منور؟ ها؟ من مطمئن هستم که تو از این کده روزهای بعد تحمل کردی. حالا دیگه از اینجا باید بریم. در موتر بالا شده استانبول میریم یا هر جایی که تو خواسته باشی. امین گفتم که نمیشه. اگه کل دنیا همراه ما امدست باشه بازم ما تو یک جای بوده نمیتونیم. میخوایی چی بگویی؟ دیشب پدرم کل گپ همراه اونو خلاص کرد. ما دیگه نمزد شدیم. بار اولت بود سوار اسب شدی همتونست؟ نه خیر، من سواری را یاد دارم. اما نمیفهمی که از دست راست و چپ خود چطور استفاده کنی. یوسف خان من میفهمم که از دستای خود چی قسم استفاده کنم. وقتی شما گفتین که اسب سیاه قسم است، اسب سیاه قسم است، باز مام هیجانی شدم. ای را نباید فراموش کنی. امکان داشت که از این کدام بدتر شود. اگه از سواری را از آدم لایق مثل شما یاد میگرفتم تو نمیشد. اما اگه شما قبول کنین کل چیزا میتونیم از نو شروع کنیم. درست، از درس اول ما از فردا شروع میشه. در صورت که تو قبول نکنی باز پدرت چطور تو را به وکیل داده میتونه؟ ما چی میگفتم دیگه؟ امین تو تونستی پیش مادرم بری و برش بگویی که من منوره دوست دارم؟ یا که برای بیادرم؟ بیبی تو در اینجا پود شدی. مادرم فکر میکنه که تو رفتی. من به این خاطر به پدرم این چیز گفته نمیتونم. امین مادرم زنگ زده. ما باید برم. صبر کو منور، نرو. ای قسم نرو. منور تو کجا هستی که هیچ تلفن مرا جواب نمیدی؟ آقا اوگار آمده خانم. چرا دادان دروازه است سادش کردی؟ حالا داخل بیاریش. بفرمایین. روز بخیر امیده خانم. خوش آمدین عزیزم. چطور هستین خانم؟ زنده باشین. بیا بچیم، بیا اینجا بیش. چی میل داری؟ قهوه برات بیارن؟ هر قسمی که شما مناسب میبینین. چه قسم باشه؟ ساده باشه خوب تر است. جمیله با ما 2 قهوه ساده بیار دخترم. خب
چطور هستی بچیم؟ زنده باشین خانم، من خوب هستم، تشکر. خانم امیده منور در خانه نیست؟ امین لطفا مرا ایلا کو، اگه خانه نرو مادرم مرا میکشه. چطور تو را ایلا کنم منور؟ بدون تو زندگی کردن نمیتونم. تو هم بدون ما زندگی کردن نمیتونی منور. ما موفق نشدیم امین، این را باید قبول کنیم. لطفا مرا ایلا کو، بهتر است که ازم جدا شویم امین. منور میفهمی که من تو را چقدر دوست دارم. بدون تو زندگی کردن نمیتونم. بیبی بیا که از اینجا بریم و یک زندگی نو با هم آغاز کنیم لطفاً. مام تو را بسیار دوست دارم، اما من خانواده مام دوست دارم. اما تا امروز سر پدر خدا پیش هیچ کس خم نساختیم. آلام نمیسازم. وقتی که برشان گفتن نتانسته که من تو را دوست دارم، آن دیگه نمیتونم. لطفاً مرا ببخش. آخرین گپت می بود؟ کل چیز تمام شد اما تو رس؟ من نمیخواستم که قسم از هم جدا شوه، اما حال شد دیگه امین. توپراک تو خدا چی فکر میکنی؟ این قسم میخوای کلا چیز از بین ببری؟ وقتی که تو برام دروغ گفته بودی و پیش زندگی رفتی، امروز کل چیز خلاص شد. قسم گپ میزنی که کل گناه از ما باشه توپراک. تو عقلت از دست دادی. درباره ما هیچ فکر نکرده برآمدی و رفتی. ما هم دیگه چاره نداشتم. هرچی که میخوای بگو. یگانه چیزی که میخوایم تو هستی توپراک. ما بدون تو زندگی کردن نمیتونم. او کارای لاکو در قصه پولشم نشو. بیا دوباره در خانه خود ما باش. از سر شروع میکنیم. خلاص شد دیگه صادق، خلاص شد. توپراک، تو نمیشرمی که تو یک آدم خوب ایلا کده میری دخترم؟ اگه تو متوجه خانه و شوهرت می بودی باز این مشکلات رخ نمیداد. توپراک، یک بار خوب فکر کو که چی به خیرت است و چی به خیرت نیست. نیاز به فکر کردن نیست، با اجازهتان. توپراک، اگه از دروازه بیرون شوی باز دوباره آمدن سخت خود بود. بیا دوباره رفتن دخترم دیگه این خانه برام ارزش نداره. سلام، بفرمایین. کسی را کار داشتین؟ یوسف همین جست نی؟ بله همین جست. اسب سواری رفته. خوب است. میشه برین بریم یک دانه اسب بیارین؟ آقا یوسف همین طرف رفته اما تو نیست؟ با خدا نمیفهمم که یوسف خان. اون آمدن. او دختر کی است؟ حواس. هر دویشان یک جا رفته بودن. معلوم میشه که از سر اسب افتیده. آن حالا پس آمدن. توپراک؟ چی شده دخترم؟ خدا به چی حالت رساندی؟
به خدا این کار هیچ خوب نشد. اگه میفهمیدم باز منوره بیرون روان نمیکردم. حق با شماست، نباید بیخبر می آمدم. راستش میخواستم که فقط امرای منور گپ بزنم، اما خیر باشه. امیده خانم، دیشب از آقای الماس اجازه گرفتم. اگه اجازه شما باشه باز فردا امرای منور به غذا خوردن بیرون میریم. نه خیر بچه، وقتی یلماس خان اجازه داده باشه من دیگه چی گفتم میتونم. تشکر میکنم. اون منورم از بیرون آمد. شما خوش آمدین. خوش باشین. دخترم داماده تا دروازه راهنمایی کن، آشپزخانه میرم. خب مادرت سلام بگو بچه. بچه‌شم خانم. بفرمایید، من امرایتان میرم. چطور هستین؟ خوب هستم. شما چطور؟ تشکر میکنم. میفهمم که ما درست با هم گپ زدن نتونستیم. از پدرت اجازه گرفتیم، حالا من امرای مادرت گپ زدم. راستش اگه تو با ما هم نظر باشی میشه که فردا به غذای شب بیرون بریم. البته درست است. درست است. حالا دیگه بی صبرانه منتظر فردا هستم. منور. بله مادر جان. اینجا بیا دخترم، باید گپ بزنیم. چطور هستی؟ حالا دیگه خوب شدی؟ خوب هستم، بسیار تشکر. اگه خواسته باشی پیش دکتر بریم که معاینش کنه. خوب است، قابل تشویش نیست. خون نامده. من فکر کردم که زیاد توگار شده، اما فقط کم خراشیده شده. خانم بتول راست میگن یوسف خان. میفهمم که شما تشویش دارین، اما مهم نیست. تا فردا حتما خوب میشم. خب درست است. میبینم از پامده یا نه، باز بعدن میریم. تو خب بسیار بدشانس هستی هوا. حادثه پشت تو را اعلان نمیکنم. من نفهمیدم. ای که بیخبر برآمدی رفتی چی مانا داره؟ رسیده ای چند ساعت بیرون چی میکدی؟ رفتم اینا رو خریدم. شما خودتان گفتین که بعد از این باید در فکر نامزد خود باشم. ما با گپ شما کردم، اما حالا مقصرم شدم. چرا تلفنت جواب نمیدادی؟ من برات چی گفته بودم؟ همی که زنگ آمد باید جواب بدی. شما زنگ زده بودین مادر؟ صدایش نشنیدم. اگر نبازد من جوابتان میدادم. ای باران به خواست خود رفتی، اما بعد از این بدون اجازه من هیچ جای رفتن نمیتونی منور. و در جایی که میری نباید چند ساعت اونجا باشی. دخترم، حالا دیگه تو نامزد هستی، اما قسمه که خانم مسئولیت داره، نامزاد داره مسئولیت داره. ای گپه در فکرت بگی دخترم. مادر مقصدتان از این گپ چی است؟ حالا دیگه از خانه بدون اجازه شما بیرون برآمدن نمیتونم. تو خوب میفهمی که من چرا اجازه نمیتونم منور. خوب است که من زیاد گپ نزنم. مدموتر می باشم. درست است. با خانه رسیده یادت نره که زنگ بزنی. مراد، هوا را خانه ببر. وقت در پیش یگان دواخانه رسیدی کمک های اولیه بگی. بخیالم که در خانه نیست. درست است یوسف خان. بسیار زیاد تشکر یوسف خان، به خاطر کل چیز، مخصوصا به خاطر که درس دادن قبول کردی. اول یک دفعه درس خدا بگی باز تشکر کن. وقتی که برشان گفتن نتانست حکومت را دوست دارم، آن دیگه نمیتونم که از خانه فرار کرده، از خانوادیم دور باشم. لطفا مرا ببخش. من نمیخواستم که قسم از هم جدا شوه، اما حال شد دیگه.
بچم؟ مادر فهمیدین که چی کردینا؟ گفتین که آرام باش، منوره مرا ترک کرد. بچه من خواهی چیز نفهمیدم، چی میگی؟ گفتم منوره از دست دادم و مرا ترک کرد. فهمیدین که چی گفتم؟ به خاطر که گپ نزدم مرا مقصر فکر میکنه. کلش از دست شماست، از دست شما. جمیله کار تبان پتنوسا رو بیرون ببر که آفتاب بگیره دخترم. بچیم ترک کردن چی؟ ما همیال امرای منور گپ زدم، تو عقلت از دست دادی؟ ما امرای منور گپ زدم، خانه خاله ما آمده بود، بسیار عصبانی بود. او حق به جانب است. نتونستم او را حمایت کنم، امرای خانوادهش گپ بزنم. از خاطر شما این فرصت از دست دادم. اما دیگه حال تمام چیز خلاص شد مادر. آمین. بچه منور دخترم، امین همیال زنگ زدم راش گپ زدم. امروز شما هم دیگر دیدین؟ میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ تو میخوایی که امینه ترک کنی؟ چرا تصمیم گرفتی دخترم؟ او چی گناه داره منور؟ من خبرتان گفته بودم صبر کنین که اوضاع خوبتر شوه. او اعصابش خراب است. نشه کدام اشتباه از او سر بزنه. ما همراهش نیستم. باز چی خود شد؟ ما هیچ کدام کار نکردیم سلطانه خاله. فقط واقعیت برش گفتم. شما ایره خوب میفهمین. حالا دیگه ما نامزاد شدیم. ما نمیخوایم کمین دیگه بنا حق امیدوار به کدام گپ باشه. ما هم قسم فیصله کرده بودیم دخترم. شما خودتان گفتین که پیشنهاد وکیل باید قبول کنم. ما قبول کردم. این قسم گپ از دانم فقط یک بار بیرون میشه خاله سلطانه. ایره باید شما برو بفهمانین. دخترم منور حال تو قرصی از خاطر گپ میزنی دخترم. فردا باز بسیار پشیمان خود شدی. تو همین نزدیکی خود هیچ وقت منصرف شده نمیتونین. تا حالی که منصرف نشدین حالت توی کار میکنین. دیگه خلاص شد سلطانه خاله. ای تو نکو دخترم من میفهمم که تو چی میخوایی. تو همین از خاطر که دیگه خود جان خودم میتین. با گفتن خلاص شدن چیز خلاص نمیشه. آرام باش. ما همراه امین گپ میزنم، یک راه چاره پیدا میکنم. شام با هم ششته هر دوی ما گپ میزنیم. سلطانه خاله مواظب باشین که کدام کاری انجام ندین. هر دوی ما میفهمه که مادرم چی فکر میکنه. ما بدون اجازه مادرم هیچ کاری نمیکنم. اگه شما میره قبول کنین بسیار خوب میشه. منور بیبی لباس بسیار خوشم آمد. تو چی فکر میکنی؟ دخترم تو لباسای خود آماده که من میشویم، درست است؟ همی که آماده کردی پیش ما بیار. درست است سلطانه خاله. بیبی مادر جان میشه که درباره این موضوع بعداً گپ بزنیم؟ دیشبش خوابم نبرد، از خاطر میخوام کم استراحت کنم. درست دختر قندم، بعداً باز میبینیم. بگی. سلطانه بفرمایید خانم. تو همراه منور درباره چی گپ میزدی؟ در مورد لباس خود میگفت دیگه کسی او رو نشوه که خراب میکنه، از او خاطر از مخواست که کارا کنم. از بچیت کدام خبر داری؟ در استانبول با خود خانه گرفته یا نه؟ کار و وظیفه پیدا کرده؟ نه خیر خانم، نه خیر. در جست جوش است. استانبول بسیار کلان است، با آسانی پیدا نمیشه. خب دیگه خداوند امرش کمک کنه. زنده باشین. اگه کدام کار نیست میشه به کار خود برسم؟ نه خیر نیست.
نه خیر امکان نداره. همین حالا رفته عریضه خودت پس بگی. تو متأهل هستی. چرا میخوای زندگی خودت تباه بسازی؟ میخوای ما رو پیش کلگی رسوا بسازی؟ نشنیدی که دخترم چی گفت رمزی؟ تو طرفداریش نکن خانم. بس از دیگه پدر. واقعا اگه می کار نکنم ناتوان معلوم میشم. برات میگم به اوزن خانه گرفته. البته که میگیره. تو اول متوجه خود باش. اگه شوهر خودت نوانی باز حتما قسم میشه. متوجه گپا نیستی؟ دیگه بس از پدر. دی موضوع تنها من مقصر نیستم، شما مقصر هستین. میشه بگوین به خاطر تداوی مادرم از خانجی اغلو چقدر پول گرفتین؟ باز رو امرای صادق مساویانه تقسیم کردین. ما این قسم به تفاهم رسیده بودیم. صبر کو. پول چی؟ تفاهم چی؟ با او پول باید تداوی شما صورت میگرفت مادر. اما پدرم او پول امرای صادق تقسیم میکرده. با صادق هم او پول بر اوزن میبرده. تو چی قسم یک پدر هستی ها؟ مشکل دخترت ندیدی و بهای شیرش گرفتی؟ و آن به خاطر خرجی جیبت به ایام قناعت نکدی باز داماد خودم شریک ای کار ساختی ها؟ من تنها در ای کار دخیل نیستم. صادق خودش فهمیده بود و باز آمده بود از من سهم خودم میخواست. اما هم چیزی گفتن نتانستم. به خاطر کوچه شوهرش هست. باز من دادم. ما برای چی بگویم رمزی؟ به خاطر تو من تمام زندگی خودت تباه ساختم. اما تو یک کاری نکردی که مسئلت افتخار کنم. قوارت سیل کو. تو هیچ آدم نمیشی. به جایی که دخترایت کمک کنی از خیرات سر اونا خرچی خود پیدا میکنی. توف آدم بشرف. یک لحظه مادر، با پول خو مریضی شما تداوی میشه. دخترم من تا امروز از این چیز خبر نداشتم. نمیفهمیدم که چی گپ است. راستش تمام تداوی مرا دولت میکنه. پدر تو چطوری گپ از ما پدکده تانستی؟ بس از دیگه. مادر دختر آمدین میگن که چرا ایره نگفتی، چرا او رو نگفتی. بس از دیگه. سر جانهای ما بالا شدن. دیدی کارایی که شوهرت میکرد حال برات معلوم شد. بعد از دیگه دلت به خانه خانجی اغلو میری یا نمیری؟ من دیگه در این کار مداخله نمیکنم. فقط که من دیگه نباشم. توپراک دخترم اونجا نرو. پیش ما باش. بیبی خواهرتم خواد آمد. کل ما دوباره یک جایی می باشیم. چطور؟ نمیشه مادر، باید برو. چرا دخترم؟ به خاطر که شما جگر خون نشین برتون نگفتم. آقا یوسف وعده داده بود که برتون گرده پیدا میکنه. به تو گفته بود؟ چیزی را که شنیدی قبول نکن. یا مطمئن از دروغای پدرت هست. اگه پدرم میگه پا میزد باز ما باور نمیکردم. اما آقا یوسف به خواهرم گفته. خواهرم هیچ وقت به ما دروغ نمیگه. حال دیگه خوب شد. توپراک واقعا برام گرده پیدا میکنن. یعنی من از این درد خلاص میشم ها؟ حتما پیدا میکنن مادر. انشالله شما نجات پیدا میکنن. در تمام راه هیچ گپ نزدی. چی شده؟ نه که در شرکت خسته شدی؟ چیزی نیست. وقتی که در شرکت بردم خوب بودی. حالا دیگه چرا این قسم هستی؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ من کاملا خوب هستم. فقط تو را هیچ نمیشناسم. وقتی بالای چیز قهر شوی باز پشت او را اعلان میکنی. قهر خو شدم. چی کنم دیگه؟ من به خاطر از سواری امروی تو به مهمانخانه آمدم اما نشد. دیگه روز میریم. بیازو اینجا میباشی. راست میگی، اینجا هستم. درست است دیگه. حالا خوب شدی؟ حالا دیگه عینکای تا پس کو. صحیح شد؟ بله حالا خوب شد. دوا را گرفتم. نوشته شده که چه قسم استفاده کنی. زنده باشی. معلوم میشه که اسب سواری را یاد داری. بله یاد دارم. اما من نمیتونم. اما یوسف خان بسیار میفهمه. البته که میفهمه. از دوران طفولیت اسب سواری یاد داره. معلوم میشه. راستی آل همراه مهمان خود کجا رفتن؟ ده مهمانخانه دیگه ایش رفت. امشب هم اونجا میباشن. وقتی که دخترایم گوش نباشن من آرام بودن نمیتونم. به خاطری که دو وقت از گلون من چیزی پایین نمیره. توپراک دخترم تو زیتون خوش داری بخو جانم. اگه شما نمیگفتین باز هیچ در فکرم نمیومد. از صبح تا حالا چیز نتونستم بخورم. چطور میتونی دخترم؟ تو یک طفل شیرمتی. نباید شکمت گوش نباشه.
نه که در اونجا از تو خوب مواظبت نمیکنن ها. باید برم یک دفعه همراهی او خالی احمقت گپ بزنم. تو مشکلات خدا فراموش کرده رفتی که به او خان صاحب خدمت کنی. 2 لقمه را بان. اونا باید تو را در کف دست خود نگاه کنن. اونا من هیچ نارام نمیسازن مادر. مثل چشمای خود از ما مواظبت میکنن. خالی ما تو. درست است. اگه آقا یوسف ببینین او قدر آدم خوب است که هر چیز را بخوایم دفعتاً برم میارن مادر جان. بیازو هیچ وقت اجازه نمیده که امروی کس رفتار بد کنه. میفهمم دخترم، ولی ایره فراموش نکو که یوسف خانم یک مرد است. اجازه ندی که به تو زیاد نزدیک شوه. منظورتون از گپ چی است مادر؟ من تو را میشناسم توبراک. اگر صد درد داشته باشی بازم صدایت بلند نمیکنی، اما وقتی تصمیم میگیری سر تصمیمت استاد میباشی. تو گفتی که از صادق طلاق میگیری، من میفهمم که این کارا میکنی. من مادرت هستم، از او خاطر برات میگم. مشکلات دوچند میشه دختره. در او وقت مردا باز با چشم دیگه طرف آدم سیل میکنن. شاید در او خانه زیاد بانی، پس فکر خدا بگی. مادر جان دی باره خو گپ زدیم. درست است دخترم، درست است. اما گوشایت باز کده خوب گوش کن. یوسف خان بسیار یک انسان چالاک است. او در سر زبان تمام دخترها و زنای قریه است. در ضمن اگه تو نمی بود بازو چرا همراه مادر طفل خود عروسی نکده ها دختره؟ باور کنین تو نیست. هر کس هر چیز میخواه، اما یوسف خانی قسم نیست. ما او را شناختیم. او بسیار آدم خوب است. ما هیچ وقت ندیدیم که طرف ما یا خواهرم با چشم بد سل کده باشه. در ضمن اگه قسم می بود یا کدام مقصد دیگه می داشت باز ما هیچ وقت اونجا نمیماندم. من خود میشناسین مادر. میشناسم دخترم. هر باره که اینجا آمدیم بیشتر ازش خوشم آمده. اگر خواسته باشی برات همین قسم یک خانه آماده کنم. ضرور نیست. اینجا خواه است. خب چی میخوریم؟ نمیفهمم. در این خانه خواهی چیزی نیست. باید خودم ما پخته کنیم. خوب شد، بسیار خوب شد که را گفتی. این رقمی میفهمم کردیم و چی را خوش داریم با هم آشپزی میکنیم. دخترم کجا بخیر؟ نه که حال دیگه همراهی من سلام دادنم بس کردی. تو پدرم هستی، از او خاطر در مقابلت به احترامی کده نمیتونم. اما من از شما بسیار خفه هستم به خاطر که بر من دروغ گفتین. از مرضی مادرم استفاده کده ای کار کردین. من شما رو نمیبخشم. دخترم بیبی، دخترم یک دقیقه صبر کن، گوش کن. حالا تو بالای من قهر هستی، اما وقتی که روزش بیاید و هم سن من شوی باز و خواهد فهمیدی که ما این کار به خاطر چی کردیم. یگانه مقصد ما این است که شما را خوش نگاه کنم. یک پدر از اولاد خود چی میخواه؟ همین که او خوش باشه، خوب باشه، دیگه کلش گپ ناق است. دخترم آمدی؟ بله از خدای خبر خوش برم بگو. بیازو اعصابم بسیار خراب است. خب یک چیزی بگو، چرا چپ هستی؟ برم گفتی که دست بسیار سوار میشم. خب بعد از او چی شد؟ بله دمو اسب سیاه سوار شدم. همراه یوسف خان از سواری کردم، حتی یکی از اسبان پایین افتیدم. چی؟ بله به خاطری که افتیدم به تشویش شد. با هم کمی نزدیک شدیم. حتی برش گفتم که برام از سواری یاد بده. گفت که برات یاد میتم. اما بعد از او کار چیز خراب شد. چرا؟ به خاطری که او به طول آمد و مجبور شدم و کارم توقف بتم و خلاص شوه. وای او دختر لودست کجا شد؟ خب حالا اونا یک جای هستن؟ شاید با هم یک جای باشن، نمیفهمم. پس بگو مانه کار تو شد. یوسف خانی 1 ساعت میشه که خودم از روح ساختیم و بادن جان رو مرد ضرورت دارم. بادن جان رو میخوای اینجاست، اما فکر نمیکنم مرچم اینجا باشه. من بیایم کمکت کنم؟ بیا اگه میخوایی.
بسیار عرق کدی. در جیبم دستمال است. تو خوب هستی؟ خوب هستم. خب درباره بتول چه فکر کردی؟ چه باید امرش کنیم؟ ما هم نمیفهمم خاله جان. یه چیز در فکرم نمیایه. یه خو مثل جونک لاودا نیست که بازی بخورم تو نیست. سلطانه امرای چای شیرینی هم بیار. این خو همیشه میخواه بخوره دیگه هیچ کار نداره. چرا خنده میکنی؟ بسیار خوش معلوم میشه. اگه خبر خوش بیتی دیگه هم خوش میشم. خب او کار را که به بچه کاکایت گفته بودی انجام داده تانستی؟ با خدا او کوشش خدا میکنه که یک کار کنه، اما میفهمی که او قدر آسان نیست. با خدا شرم است عادل. بعد از سالها برات یک کار گفتم او را انجام داده نتونستی باز امرای ما گپا میزنی. عصبانی نشو بیادر، او قدر آسان نیست، اما ما زحمت خدا میکشیم. تو زحمت نکش. ما ایره فهمیدم که توی کار کردن نمیتونی، باید کس دیگر را مقرر کنم. اینقدر زود تصمیم خود تغییر نده. وقتی گفتم این کارو میکنم باز میکنم. کمی صبر داشته باش. ایره بیبی چیزی را گفته بودی برات آماده کردیم. این دیگه چیز بچهش چرا اصلش برام ناوردی؟ بیبی بیادر، هر کاری که از دست میامد برات انجام دادم. بیبی اما انگشتر است که تو میخواستی. اگه میگی که خوشم نامده باز. وای بیادر وای قیمتش چند است؟ یازنه جان چرا قدر زنگ زده میری؟ برات خود گفتم پیش دروازه هستم کمی صبر کو. حالا برام بگو چی گپ شده؟ حالا که گپ من بشنوی باز خواهد دیدم که تو استاد شده میتونی یا پای نقناز سر اصل موضوع به من خود کار دارم. من همراه توبراک جنگ کردم. تو خود میفهمی او بسیار حساس است. هر وقت امکان داره که اینجا رو ترک کنه. یک همی کارت کم مانده بود. دیگه چی شد؟ بچه قندولم چقدر مقبول شده. توبراک تو چی وقت آمدی جان خواهر؟ چند دقیقه پیش آمدم. راستش میخواستم پیش تو بیایم اما صدای طفلک شنیدم باز اینجا آمدم. خوب کردی جانم خوب کردی. خب خواهرم به صادق گپ زدی؟ برای چی گفت؟ کوشش میکرد که از تصمیم خود منصرف شوم. فکرت باشه خواهر جان. درباره او احمق چند دفعه امرت گپ زدیم گفته باشم سر گپاش باور نکنی. بیزو ضرورم نیست که تشویش کنی، کل چیز خوب خواهد شد. هر دوی ما سختی‌های زیادی را پشت سر ماندیم، اینم پشت سر میمونیم. میفهمم تو این مرد کوچک برای من قوت قلب هستی. اگه شما نهی بودین تحمل نمیتونستم. میفهمم به همین خاطر ما دو نفر پیشت هستیم. یک دفعه ای کار خلاص شوه باز یک زندگی جدید آغاز خواد کردیم توبراک. کل اتفاقای بعد فراموش میکنیم خواهر. انشالله زندگی نو ما را با خوشی شروع میکنیم. انشالله. اما اول باید پول او وکیل آماده کنم خواهر. توبه ما با کدام روز به دردت میخورم؟ پول وکیلم پیدا میکنم. اگر لازم باشم برای وکیل گپ میزنم کارا رو زود خلاص کنه. تو در قصه گپا نباش. عمو تو نیست قندولک؟ خواهر من امروز یک کار کردم اما وعده بده که سرم قر نمیشی. خواهر جان ما چی وقت سر تو قر شدیم بگو دیگه. امر مادرم در مورد گردهش گپ زدم بسیار خوش شد. فکر میکنم مال وقتش از کمرو یوسف خان گپ بزنیم. یازنه تو هیچ تشویش نکن. اوا دخترم بسیار هوشیار است. او از خواهر خود مواظبت میکنه. توبراک هیچ کاری نخواد کرد. چرا به مواظب نمیدی که هوا طرف تو رفته؟ به خدا خودت به تنهایی یک حکومت هستی، تمام کارها را خوب انجام میدی، کل ما را در کف دستت گرفتی اما ما خبر نداریم. بهتر سر اصل موضوع بری. از همون اولی برنامه به فکری هستم که سلطانه چطوری خوبی را در حق ما انجام میده. تعجب کردم که هوا را به یوسف خان انتخاب کردی. حالا دیگه کل چیز فهمیده شد. کاش میفهمیدی که من این کار به خاطر دخترت انجام میدم که آرام و آسوده شوه، اما تو انسانیت نمیفهمی. خب بگو انسانیت چه قسم است؟ مثل حواس یا یوسف؟ تو زن بسیار هوشیاری هستی. البته وقتی که از طریق هوا به خانجی اغلا نزدیک شدی باز منوره به بسیار آسانی به بچت خواستگاری کردن میتونی. یعنی یکی بته یکی بگی، اما متوجه وکیل باش که نقشت خراب نسازه خیانش نه. آهسته گپ بزن که کسی صدایتان نشنوه.
نباید هوا و شریفه خبر شوه. اگه اونا چیزی را بفهمن بازی کار همینجا خلاص میکنم. باز هوا خانم بر همیشه بیشور خود ماند. بعد از این هیچ وقت درباره هیچ چیز جگرخوری نکو. درست است خواهر جان؟ فقط درباره خودت فکر کو. خود خوش نگاه کو. چرا پدرم این کار کرد یا چرا شوهرم اون کار کرد؟ لطفاً در قصه گپا نباش. میفهمم که در مورد مادرم تشویش میکنی، اما مشکلات ما حل خواهد شد. تو سختی‌های زیادی را دیدی. اگه جای تو کسی دیگه می بود تحمل کردن نمیتونست. اما بعد از این دیگه تشویش نکو. این مشکلات حتما کارشان خلاص خواهد شدن. خوب است که تو پیش مستی خواهر. خوب است که تو هم پیش مستی خواهر جان. گلی لاله، گلی دارو، گلی زرد و سرخ و زیبا، گلی صد پر بخواب، ای نازنین دلبر، گلی صد پر بخواب، ای نازنین دلبر. ای 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 بطول، حالا دیگه بیانو شب آماده است. اینم میایم. لباسم تبدیل میکنم. اینا را پیدا کردم. هنوز میره پیش خود نگاه کردی؟ حالا نا وقت شب شده اما او تا حال نامده. معلومه شکم شب امرای بطول دخانی تابستانی می باشه. اوف دختر اوف. ما نمیفهمم چی کنم. یک مفکوره میشه بر زنگ بزنیم و بگویم که توران مریض شده. اگه یک گپ بگویم باز توبراکم میفهمه چی گپ است خاله. بفهمه دیگه. چقدر از اوی گپ پنهان کنیم؟ نباید هیچ وقت خبر شوه. شما وقتی که امرای پدرم گپ میزدین توبراک درباره پول شیر خود کل چیز فهمیده. اگه ایران بفهمه که میخوایم امرای یوسف خان عروسی کنم یک دقیقه اینجا نمیشینه. و جایی که برای ما کمک کنه رفته کل چیز به یوسف خان میگه. من اینم میفهمم چون قبلا هم همین قسم شده. هر اتفاقی که بیفته او از راستکار بودن خود تیر نمیشه. قسمی گپ میزنین که فقط شما توبراک نمیشناسید. راست میگی. دختر مادر خود است دیگه. شریفام یک وقت مرا در همین قسم یک جای تنها مانده بود. خوب کدام چاره دیگه هم نداریم. نمیشه برش بگویم بیا درختای خانه میوه کده. هیچ چیز برش نمیگیم خاله. هیچ کاری هم نمی کنیم. بالین هر چیزی که میشه شوه. اگه او رو تعقیب کنیم باز نشه که یوسف خان سر ما شک کنه. باید متوجهی باشیم. 2 روز از آمدن او بطول احمق نمیشه که او هم سر ما گپ میزنه. کارایی که زنا میکنن مردا حتی ازش بویم نمیبرن. هر کاری هم که کنی او نخواد فهمید. گوش که چی میگم. یک بهانه پیدا کرده بر زنگ میزنی. گفتم نخیر خاله. خودت میفهمی. ما دیگه مداخله نمیکنم. خودت میفهمی و کارت. که شب چه قسم سپری میکنی دختریم. اگه بطول در قلب یوسف خان جای بگیره باز تو وقت چی خواد کردی جان خالد. تمام آرزوهایت از بین میره.
خدایا خودت مرا کمک کن. ای بتول دیگه از کجا پیدا شد؟ کاش که دوباره از اینجا بره. چرا بوتت میپوشی؟ کی بود؟ کسی نبود. ببین من خود چیزی نشنیدم. صدای کسی هم نبود. نه که صدای درونت بود یا که کسی به یادت آمد. بطل تو کجا میخوای بری؟ به هتل.
لطفا مرا برسان. بلی از خدا باز شروع نکن بطول. اگه تو مرا نمیبری باز خودم میرم یوسف خان. بطول بچیم نازدانیم، تو چقدر مقبول هستی. همیشه همه قسم قندول باش. فکرت باشه قلب کس را هیچ وقت نشکنانی، با خصوص کس را که بیشتر از همه دوستش داری. تا آخرین نفس تا کنارش باش، حتی اگه بدترین سختی هارم دیدی. اگه کس را دوست نداشتی باز وانمود نکو که دوستش داری. آرزوهای دیگر را نادیده نگی. اگه کس از تو کمک خواست برش کمک کن، برش امیدواری بده. تو باید یک انسان خوب باشی. تو باید باعث افتخار پدرت باشی. اگه نی باشی رو ما برات نمی بخشم. شب بخیر پنار. خوش آمدین یوسف خان. شما چیز میخواین؟ میشه برام یک گلاس قهوه بیاری؟ بچشم یوسف خان. آمد خاله آمد. چشمت روشن دختر. اگه نیوی قسم خانه نمی آمد معلوم میشه که گفتگو کردن. خدا را شکر. پنار در این وقت شب بر کی قهوه آماده میکنی؟ باندگه با کی آماده میکنم؟ با یوسف خان آماده میکنم. دخترم قهوه را بان که هوا آماده کنه. اتاق یوسف خان گدود است. بیا که ما تو اونجا را جمع کنیم. شب بخیر. شب شما هم بخیر. تو رو نخواب دادم، خواستم یکم هوای تازه بگیرم. توپراک تو گیره کدی؟ خیرت باشه که ناراحتت ساخته. مربوط خانواده میشه یوسف خان. فهمیدم. بیبی اگه کدام مشکل داشته باشی میتونی برام بگویی هر وقتی که خواسته باشی. درست است؟ تشکر، زنده باشین. وقت از اتاق بیرون شو میفهمه. شبتان بخیر. شب بخیر. شب بخیر یوسف خان. براتون قهوه آوردیم به خاطر که دانتان شیرین شوه بوریش زیاد انداختیم. ما قهوه نخواسته بودم، ناق زحمت کشیدی. دخترم در این وقت شب تو اینجا چی میکنی؟ یوسف خان قهوه خواسته بودن اما ننوشیدن و رفتن. خب من می نوشم. او را سر میزبان. نوش جانتان. ناستانیم. بله صادق. توپراک فکر میکردم جواب نمیتی.
اما وقتی که جواب دادی کل دنیا از ما شد. ایره بگو که چرا زنگ زدی؟ توبراک ما بیخی سرگردان شدیم. از وقتی که تو رفتی نفس کشیدن برام مشکل شده. به اندازه 100 روز گذشته. دیگه دوریت تحمل نمیتونم. لطفاً مرا ببخش. صادق تو باز نوشیدی؟ البته که نوشیدم، اگه ننوشم چی کنم؟ تو مثل ما تنها نیستی توبراک. در خانه خانجی اغلو هستی. امرای و طفل تمام دردایت فراموش کردی. اما ما چی کنم؟ نه که میخوای خودکشی کنم جانم. بس از دیگه صادق، نمیخوایم امرت گپ بزنم، قطع میکنم. صبر کن هنوز گپایم خلاص نشده. میخوایم فردا تمام واقعیت بگویم برات. عصبانیم نساز. بریم یک فرصت دگام بده. بس از دیگه صادق، ما دیگه نمیخوایم برات فرصت بدم، فهمیدی؟ خداحافظ. تمام شد، آماده شدی؟ خوب شد که تا حال نرفتی. یوسف در پایین منتظر است. آماده شدم، حالا میرم خاله. ایره پیش نگاه کن، شاید کارت بیایه. خاله من چی قسم خوبی های شما را جبران کنم؟ تو فقط ای کار کامیاب شو، ما دیگه چیزی نمیخوایم دختریم. تشویش نکنین خاله، این کوشش هایم بالاخره نتیجه خواهد داد. دیشب رفتار عجیب داشت اما امروز کل چیز خوب میشه. فکرش نکنین. چند ساعت ما 2 نفر تنها خود بودیم. انشالله. تو در اینجا چی میکنی؟ غیرت باشه در این صبح وقت بچه امینه که مانه در خواب خود دیدی. تمام شب خوابم نبرد. دیشب بر توبراک زنگ زدم اما از تصمیم خود منصرف نمیشه. 2 روز از جگر خون هستم، بدون توبراک زندگی کردن نمیتونم. لطفاً امرای ما کمک کنین. اگه تو گپ از بیا با هم گپ بزنیم. هیچ زحمت نکش بچه. پیش از اینکه به توبراک خیانت میکردی یک دفعه به حالت فکر میکردی. از ما هیچ امیدی نداشته باش. بعد از این هر چیزی که توبراک گفت همون تو خواهد شد. نه به دروازه ما بیا و نه پیش ما. حالا دیگه برو، خدافظ. شریف تو چی میکنی؟ مام حق ایره دارم که درباره اولادای خود تصمیم بگیرم. من از حق خود استفاده کردم. توبه استغفرالله، تو هیچ متوجه نیستی. صادق بچه یک دقیقه. ای دیگه چه قسم انصاف از پدر؟ آخر من مقصر شدم ها؟ کی باید مقصر میشد؟ البته که تو مقصر هستی. شما میخواین چی بگوین؟ با توبراک گفتین که من از شما سهم خودم میگیرم. آلوا ما میگه محکم گرفته. اگر این من خانم ما قناعت میدادم. ما با کسی چیزی نگفتیم. ما متوجه دانم هستم. هر کسی که گپ گفته بار از همو پرسان که. دیگه کی گفته میتونه پدر؟ بدون شما کسی نمیفهمید. دیگه که من نمیفهمم. تو حتما با کسی در این مورد چیزی گفتی که حال بیادت نیست. برو از او بپرس. میخوایم بگویم در راه غلط روان هستی. با خاطر که دامادم بودی کل چیز نادیده گرفتم. حتی رفتم همراه توبراک گپ زدم تا مشکلات شما حل شه، اما تو احسان فراموش هستی. بعد از هر بلایی که میاد تحمل کن. کدام امر دیگه دارین یوسف خان؟ نه خیر، زنده باشین. صبح بخیر خانم بتول. صبح بخیر. ما خود جنگی نیستیم. به خاطر دیشب بسیار معذرت میخوایم. وقتی به هتل رسیدم و فکر کردم که تو را در اوجه تنها ماندم، بسیار جگرخون شدم.
سلام. 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 هر چی زودتر شروع میکنیم. سلام کاکا رشید. اوه اوا دخترم خوش آمدی. خوش باشین. وقتی که دیروز از اسب سیاه افتیدی فکر کردم که دیگه اینجا نمیایی. معلوم میشه اسب سواری را خوش داری. بگی دختره. بیاده اسب من، بسیار دوستت دارم. دیروز مرا پایین انداختی اما من از تو قهر نیستم. اما امروز کار نکنی درست است؟ حالا دیگه بیا. به خاطر کار ساختمان چیزی که مهم است اویی است که اول باید خاک و منطقه را بررسی کنیم. وقت خاکش درست بود باز تصمیم خود میگیریم. یوسف خان، شما فهمیدین چی گفتم؟ فهمیدم. شما خوب فکر کردین. ما کمی کار دارم. شما ادامه بدین. خب در کدام قسمت بودیم؟ مراد به فارم میریم. درست است یوسف خان. چی شده؟ تو چی شده؟ این کارا چی منو میته؟ بیازو تو خو میخواستی که او را ترک کنی؟ دیگه نمیخوایم او را ترک کنم. بسیار خوب است، واقعا بسیار خوب است. ما نمیخوایم تو ما و خانواده ما تباه کنی. ما برای تو خانه دادم اما تو رفتی کل چیزا برش گفتی. آل از اینجا گم شو یاسمین. اگر نه کدام کار خود کردم. یعنی که تو مرا ترک میکنی همه طرف؟ لوده تو کی هستی؟ ما کل دنیا را ترک میکنم. یاسمین توپراک مادر طفلم بود. ما امروی وارسی کرده بودم. فهمیدی یا نه؟ بی غیرت از اینجا بودن که خوب است که از اینجا برم. خداوند لعنتت کنه. یاسمین نوش کرده باشی کدام کار نکنی اگر نه برات بد خواهد شد. حال از اینجا گم شو. با خدا دختر مام یوسف ام نوره امروی شیر خود کلان کردیم. بیبی که چقدر نام خدا قوی هستن. از این خاطر برات میگم شیر خود زیاد بساز. ما میخوایم که توران ما قسم قوی باشه. ما قدر معلومات نداشتم، از او خاطر از شما پرسیدم. ما میخوایم که توران قوی باشه. توران به نهایت دوست دارم. شیر ما برش حلال باشه خانم. از همین خاطر هر چیزی که از دستم بیه انجام میدم. اگه دیگه کدام گفتنی نداری میشه سلطانه را صدا کنی. باید برش بگویم که برای شب یک چیز مزه‌دار پخته کنه. حمیده خانم، یک گپ دوگان بر گفتن دارم. یعنی خدا کنه که بعد شما نیایه. بگو دخترم میشنوم. اگه پول شیر ما برای خودم بدین بسیار خوش میشم. بسیار خوب میشه. راستش ما هم نمیخوایم که امروی پدر و شوهرت روبرو شوم دخترم. امروز برشان خبر بدی. درست است دخترم؟ بسیار تشکر. درست است. حالا دیگه سلطانه را صدا کو دخترم. درست است. گوش ها تو دی خانه مهمان هستی.
همو قسمه که منور خواهر ما است، تو هم برای ما همو قسم هستی. بسیار وقت میشه که تو را درست ندیدیم. فکر میکردم شاید ازم قار باشی دخترم. ما هم از امی خاطر اینجا آمدیم کمرایتان گپ بزنم خاله جان. شما درباره ای که ما و یوسف خان با هم نامزد شویم جدی بودین نی؟ البته دخترم، من تو را خوب میشناسم، دوستم دارم. البته که میخوایم عروس ما باشی. آی بطول، انه که تو میخوایی ده این موضوع مرا کمک کنین. دختر جان، ما در 4 دیواری بسیار خسته شدیم. هر طرف سیل میکنم تو را میبینم. تو هم پشتم دق شدی یا نه؟ البته که پشت دق شدیم، بسیار زیاد. واقعا راست میگی؟ چرا باید برات دروغ بگویم؟ نه که سر گپای من شک داری؟ نه خیر عزیزم، از او خاطر نگفتم، فقط خواستم کمی آزارت بدم. اگه از گپم خوش شدی یک دفعه دگام میکم. بسیار پشت دق شدیم جانی. یک قسم که از بدیدنم بیا. یک چیز غافل گیر کننده برات دارم. بیزو اگه نمیگفتی و من بدیدنت میامدم، اما نمیفهمم چی وقت، چون مادر مریض از پیش او هستم. قسمه که شما درک کردین خاله جان، اگه او دختر در 4 طرف یوسف معلوم نشه بسیار خوب میشه. او نمیخواد پشت یوسف ایلا کنه. شما از اسب سواری اونا خبر دارین یا نی؟ اسب سواری امر یوسف؟ بله. او باعث شد که تفریح ما خراب شوه. فکر میکنم ما هر جای بریم او پیش روی چشمای ما میایه. من مطمئن هستم که دختر به خاطر یوسف کدام هدف داره خاله میده. من هیچ نمیفهمم که چی بگویم بطول. میشه ببینین که هوا فعلا در خانه است یا نی؟ یک دقیقه امیال پرسان میکنم. سلطانه، سلطانه، بفرمایین خانم امیده. خارزادی در خانه است؟ تو که میگین بله ده اتاق پیش طفل است. نه خیر، دیگه پرسان کردم، هوا را میگم او در خانه است. از هواش تو پرسان کردین؟ سوال با سوال کردن چرا جواب میدی سلطانه؟ دیشب خارزادیت بسیار قوی مزدار آماده کرده بود، میخواستم باز آماده کنه. او پیش مادر خود رفته به خاطر که مادرش مریض است، اما مشکل نیست، من برتان آماده میکنم. دخترم تو خوشونیدی نه؟ گفت مادرش مریض است، پیش او رفته. چه تصادف جالبه. یوسف هم جلسه را ترک کرده و رفت. اونا حتما حالی یک جای هستن. بفرمایین. برای فعلا نمقدر پول آماده کردم، اما هر چیز زودتر قرض خود خلاص میکنم. درست است. مطابقش وقتی که دوا خلاص شد باز بته. اگر چیز زودتری کار پیش ببرین خوش میشم. من میخوایم به زودترین فرصت از شوهرم جدا شوم. عریضتان فعلا نزد دادگاه. روز دادگاهتان هم نزدیک است. اگر کدام موانعی نباشه باز تا آخری ما طلاق میگیرین. بسیار تشکر وکیل صاحب. خواهش میکنم، وظیفه ماست. آقا صادق، آقا صادق. چی گپ است کاکا صبری؟ برات نام آمده. توبه توبه. کی روان کردم؟ از طرف دادگاه است. بخیر باشه، روز خوش. توپراک، امیال پیش وکیلت میری و میگی من صرف شدی. من امیال پیش وکیلم بودم. خوب شد کریزه برات رسید. تو اومدی که بر روز دادگاه بگی. دیگه با من زنگ نزنی، مرا راحت بان صادق. توپراک، توپراک، خداوند جزایت بده.
اما من خو قبلا برات گفته بودم یوسف فراموش کردی؟ او دختر اینجا را بلد نیست، او مهمان ماست. ای خو بسیار بد است که ما اینجا باشیم او هتل زندگی کنه. مادر بتول خودش هم قسم خواست. چرا اینقدر اصرار میکنین؟ آی تو خو نمیفهمی که من چقدر نارام هستم. در این خانه ما اتاق بسیار است. یکی شب برش آماده میکنیم برات گفته باشم.